بانو رضاقلووا ساکن 68 ساله منطقه دهمای ناحیه جبار سلوف است. صبح امروز سنه 19 ایون با شکایت کاری نامرتبه دل به قبولگاه مرکزی بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایتی سوخت مراجعت نمود. دکتران او را از معاینه گذرانده کمک اولیه طبی رسانیدند تا حالتش معتدل گردد. ما یاردم رسانیم چون بهتر شد. در پروژه گذشت و دیزاین پروژه گذشت لازم است برقرار شد. بعد از اون اینو کامل کردیم. قهرمانی گزارش ما بعدی مسئولیت دکتران قرار داد که برابری به شهر آمدنش یک بار نبره‌هایش را که در بیمارخانه بچگانه ولایتی سوخت حالا بستری شدند خبر گیرد. از سبب آنکه ساعت علاقه از 10 گذشته و حرارت هوا گرم شده بود، باز کار دلش سست و نفس کشیش دشوار شده دوباره به شعبه قبولی مرکزی بیماری‌های دل آمد. دکتران میگویند که بنابر بلند شدن حرارت هوا فشار خونش تماما پست شده است. اینا سحر اومدی بودن. از دهمای دکتر دلشناس مرکزی بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایتی سوخت عبدالحکیم جمعیف میگوید که حالا یکباره بنابر بلند شدن حرارت هوا تا 40-45 درجه شکایت ساکنان از بیماری‌های دل زیاد شده است. دوام یک شبانه روز به شعبه قبولی بیمارخانه بیش از 15 نفر مراجعت می‌کنند که اکثریتشان به بیماری‌های کاری نامرتبه دل و فشار بلندی و دق نفس ربط دارد. اوجگیری در فصل گرمی هوا بیماری‌های ما این اکثر حالت بیماری‌های مزمن دل و یا استمی آمیخته که دیده میشد اوج میگیرد. مراجعت بیماران زیاد میگردد و توصیه ما در این بابت این خودداری نمودن از گرمی سردی هوا. همه پروسس های ارگانیسم وابسته از تاثیر گرمی هوا کم میشد، یعنی مبادله ماده ها، متابولیسم خوراکواری ها کم میشد. از آن جمله گرفتاری بیماری های دل و دل و رگ ها اگر بیمارا با چنین بیماری ها گرفتار باشند، خودداری استعمال خوراک های سرغذا خوراک‌های سرغذا را کم نموده، خوراک‌های پرهیزی را بسیارتر استعمال نمودن، این به ارگانیسم انسان شفا بخش میباشد. برای پیشگیری از بیماری‌های دل و رگ‌ها دکتران و ساکنان توصیه می‌دهند که طرز حیاتی سالم را رعایت کنند. بعداً برطرف کردن کم حرکتی، پرتافتن وزن زیادتی، خودداری نمودن از استفاده نوشاکی‌های اسپرتی و تمباکو شخص را از گرفتاری به بیماری‌های دل امن نگاه می‌دارد. در عکس حال یا خود سری وقت به دکتر مراجعت نکردن عریضه‌های بیماری دل خطرناک بوده، حتی شخص را به مرگ روبرو می‌کند. تاثیر گرمی هوا برای بیماری فشار بلندی این خیلی خوب است. لکن بیماری هایی که نفرانی که بیماری های مزمن دل دارند یا وزن بر اضافی بدن دارند و یا طرز حیات سالم را درست نمیبرند، این اوجگیری به نهایت وابسته از نادرست استعمال نمودن خوراکواری ها به نهایت بیماری ها اوج میگیرد و خود بیمارا نیز از این اذیت میکشند. هنگام سری وقت مراجعت نکردن حالت این بیمارا، یعنی ما ساتوراسیون میگیم کیسلرود پس شده تا حتی به معیوبی انسان آورده میرساند. معیوبی هر حالت شدنش ممکن. معیوبی این از نفس کشی باز ماندن، گانگرینی عضوها یا نکروز عضوها در اکثر بیمارا که دیده میشد دیدن ممکن است. دکتران دلشناس تاکید میکنند که بیماری‌های دل بین ساکنان اساساً بعد از سن 45-50 سالگی به نظر میرسد. تشویش آورش در آن است که سالهای آخر گرفتاری به بیماری‌های دل بین جوانان هم به مشاهده میرسد. مثلا دوامی چند سال آخر بین مراجعت کنندگان صف جوانان هم زیاد شده است و حتی شکایت از سکته دل به قلب گرفته شده است. سبب اساسی این حالت درست به راه نماندن طرز حیاتی سالم و کم حرکتی محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.